سلام، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از جلسات فالو د استپس. توی این جلسه قرار از پلنی که از قبل نوشتیم استفاده کنیم برای تکمیل کردن رایتینگ اصلیمون و داستانی که قراره روایت کنیم. این رایتینگ در سطح انتری 3 یا B1. قرار پلنی که توی ویدیوی قبل نوشتیم رو دنبال کنیم و این متن رو بنویسیم. خب شروع می‌کنیم مرحله به مرحله با هم پیش میریم. مرحله اول یا همون اینتروداکشن. قراره در مورد سفرم به مراکش بنویسم، یکم اونو توضیح بدم، اینکه چه اتفاقاتی اونجا برام افتاده، چه فعالیت‌هایی رو داشتم و جزئیات بیشتر. یه نکته رو قبلش بهتون بگم. باید دقت داشته باشم که از گرامرهای صحیح برای جمله بندی هام استفاده کنم تا بتونم متنی رو بنویسم که برای خواننده قابل درک و فهم باشه و اینو در نظر داشته باشید که قابل فهم و درک بودن رایتینگتون توی امتحانات نمره بالایی داره. در پاراگراف اول شروع میکنم به نوشتن این که چرا میخوام این رایتینگ رو بنویسم. در طول رایتینگ قراره در مورد چه چیزهایی صحبت کنم. قراره به چه چیزهایی اشاره کنم. مثلا چه اتفاقاتی در طول سفر برای من افتاده یا چه چیزهایی رو توی سفر تجربه کردم یا چه فعالیتهایی در طول سفرم داشتم. تمام اینها رو توی پاراگراف اول می نویسیم که بتونیم توی پاراگراف بعد و در ادامه رایتینگمون توضیحات بیشتر و دقیق تری رو ارائه بدیم. قراره دقیقاً پلنی که نوشتم رو دنبال کنم و توی هر مرحله همونطور که سمت راست تصویر میبینید هر بخش از پلنم رو که نوشتم و انجامش دادم اون رو تیک میزنم. خب میریم سراغ بخش دوم یعنی دیسکرایب. توی این مرحله قرار جزئیات بیشتری از سفر رو بنویسم. دقت داشته باشید برای نوشتن پاراگراف جدید یه خط رو رها میکنیم. این کمک میکنه که در نهایت رایتینگمون خیلی منظم تر به نظر برسه. و این نکته رو هم بهتون بگم، منظم بودن رایتینگتون نمره بالایی در امتحان داره. زمانی که شما پاراگراف ها رو جداگانه و منظم می نویسید به کسی که برگه امتحانیتون رو تحصیل میکنه دارید نشون میدید که معنی پاراگراف رو میدونید. نکته مهم، در طول رایتینگ دقت کنید که تنها نوشتن کافی نیست و شما باید از پانکچویشن های مناسب مثل کاما و بولت پوینت یا همون نقطه در جای مناسبش استفاده کنید. همچنین باید بدونید که بعد از نقطه باید جملتون رو با کپیتال لتر یا همون حروف بزرگ شروع کنید. خب من در اینجا ادامه میدم که من امسال به مراکش رفتم و 12 روز در اونجا اقامت داشتم و توی این 12 روز 4 شهر رو تونستم ببینم. این 4 شهر در بخش‌های جنوبی کشور مراکش قرار دارن و این سفر بسیار لذت بخش بود برای من و تونستم تجربه‌های خوبی رو در اونجا داشته باشم. بعد از نوشتن هر بخش به سراغ پلنم میرم و اون رو چک میکنم و تیک میزنم. خب این پاراگراف هم تموم شد و برای نوشتن پاراگراف جدید یک خط رو مجدداً رها میکنم. میریم سراغ مرحله سوم و اینکه چه اتفاقاتی اونجا برای من رخ داده. توی این بخش قرار باز هم جزئیات بیشتری از سفرم رو بنویسم. مثلا زمانی که من اونجا بودم به کلاس آشپزی رفتم. دقت داشته باشید در طول نوشتن رایتینگ میتونید از صفتهای مناسب برای تاثیرگذاری بیشتر استفاده کنید. مثلا توی این بخش من از صفت amazing برای کلاس آشپزی استفاده کردم. اینطوری میتونم به مخاطب نشون بدم که من چه احساسی به این کلاس داشتم. یه نکته خیلی مهم، ممکنه در طول نوشتن رایتینگ جاهایی شک کنید که آیا گرامری که نوشتم درست هست یا نه. دیکته کلماتی که نوشتم آیا صحیح هست یا نه. بهتون پیشنهاد میدم توی این مرحله اصلا خودتون رو اصلاح
نکنید و فقط به نوشتن ادامه بدید. فاصله انداختن بین نوشته هاتون و مدام چک کردن جمله ها تمرکزتون رو میگیره و توی امتحان باعث میشه که استرس بگیرید. فقط ادامه بدین و زمانی که نوشتتون به پایان رسید، در صورتی که زمان اضافه داشتید، با خیال راحت‌تر متنتون رو چک کنید. که البته خود چک کردن متن هم چند مرحله داره که در ادامه بهتون میگم. خب برسیم به ادامه رایتینگمون. به جز کلاس‌های آشپزی، من در مدت اقامتم به کوهنوردی میرفتم، کنار ساحل زیبا میدویدم و مردم محلی اونجا رو ملاقات میکردم و باهاشون صحبت میکردم. در اینجا مرحله سوم هم به پایان رسید. مجددا یک خط رو رها میکنیم و سراغ پاراگراف جدید میریم. خب بریم سراغ مرحله چهارم و ongoing activities. توی این بخش من میخوام بنویسم که در طول سفر من از اتوبوس برای سفرهای بین شهریم استفاده میکردم. البته اکثر مواقع. علاوه بر اون من لحظات خوبی رو با دوستانم داشتم و کلی با هم خندیدیم و البته اونا خیلی بامزه بودن. و همچنین من اونجا کل غذاهای خوشمزه خوردم. خب من الان نوشتن رایتینگم رو به پایان رسوندم و همونطور که کمی قبلتر بهتون گفتم باید بعد از به اتمام رسیدن رایتینگ اون رو یک بار چک کنم تا احیانا اگر از لحاظ گرامری، غلط املایی یا پانکچویشن اصلاحی لازم بود اون رو انجام بدم. ما برای چک کردن رایتینگ 5 مرحله رو داریم به نام‌های CLEAR. مرحله اول Change Pen Color. توی این مرحله رنگ خودکارتون رو تغییر بدید تا بتونید در نهایت متوجه بشید که چه جاهای اصلاح شده. دقت داشته باشید این بخش یعنی تغییر رنگ خودکار فقط برای تمرین در منزل هست، نه امتحان اصلی. شما توی امتحان اصلی باید از یک خودکار استفاده کنید. مرحله دوم Look for Errors. توی این مرحله شروع میکنم به خوندن متنم توی هر پاراگراف و ارورهای توی هر بخش مثل پانکچویشن، دیکته و گرامر رو پیدا میکنم، اونها رو خط میزنم و اصلاح شده اون رو در بالای اون مینویسم. نکته خیلی مهم، بعضی ها نگران خط زدن اشتباهاتشون توی امتحان هستن. اصلا نگران نباشید. توی امتحان خیلی راحت شما میتونید غلط هایی که داشتین رو خط بزنید و اصلاح کنید و هیچ اشکالی هم نداره. و اتفاقا این کار به اگزمینر یا همون کسی که داره برگه شما رو تصحیح میکنه نشون میده که شما به اشتباهاتتون آگاه بودید و اونها رو بررسی و اصلاح کردید. بعد از مرحله سوم و چهارم یعنی ادیت کردن اشتباهاتتون و اصلاح کردن اونها، مجددا یک بار تمام متنتون رو از بالا تا پایین میخونید
و اطمینان حاصل می‌کنید که هیچ اشتباهی از لحاظ شما نداره. این تمام مراحل نوشتن رایتینگ بود. حالا که تمام مراحل رایتینگ یعنی 4 مرحله پلن، متن اصلی و 5 مرحله چک کردن رو یاد گرفتید، خیلی راحت میتونید با تمرکز رایتینگتون رو بنویسید. توجه داشته باشید برای مسلط شدن در تمام بخش‌ها شما قطعاً نیاز به تمرین در منزل دارید.